هیپیا کی بودن؟ شاید تا حالا کلمه هیپی به گوشتون خورده باشه. شاید اولین چیزی که یادش بیفتین بی خانمان ها و کلی ها باشه. شاید هم یاد هنگدرام و هرمز بیفتین. اما هیپیا تاریخ و تاثیر خیلی عمیق تری توی تاریخ داشتن. بریم تا ببینیم چی کار کردن. اوج هیپیا میرسه به سال 1967. Summer of Love، تابستان عشق، تابستونی پر از هنر و موسیقی و فشن و صلح. 14 ژانویه 1967، گلدن پارک، سان فرانسیسکو. آمریکا تا حالا چنین گرد همایی غیر معمولی رو به خودش ندیده بود. نه سخنرانی سیاسی، نه آدم معروفی. آدما فقط دور هم جمع شده بودند تا جشن بگیرن. حدود 20,000 آدم بدون هیچ دعوتنامه‌ای یا خبر رسانه‌ای. همه این آدم‌ها جمع شده بودند تا صدای صلح و عشق باشن. نسلی جوون با ایده‌های جدید که تاکیدشون بیشتر روی معنویات و انسانیت بوده. هیپیا اونجا جمع شده بودن، میرقصیدن، میخندیدن. صدای موسیقی راکن رول بلند بوده و آزادیشون و عقاید متفاوتشون رو اعلام میکردن و جشن میگرفتن. با اینکه عده‌ای فقط برای دراگ اومده بودن، اما تفکر و عقیده اصلی هیپیا درباره تعالی روح و پیشرفت معنویت بوده و اونجا جمع شده بودن تا یک چیز جدید رو تجربه کنن. اما چی شد که هیپیا شکل گرفتن؟ برای جواب این سوال باید برگردیم به جنگ جهانی دوم. آمریکا بعد جنگ جهانی دوم به عنوان یک ابرقدرت و پیروز میدون از جنگ خارج میشه و خب بعد اون پیروزی یک شکوفایی اقتصادی خیلی بزرگی رو تجربه میکنه. حالا سرمایه‌داری و مصرفگرایی به اوج میرسه. تمام خانواده‌ها توی یک رفاهی که آمریکا تا حالا تجربه نکرده بود ادامه میدن و بچه‌هاشون رو بزرگ میکنن. در اصل بچه‌هایی که توی این بازه، یعنی بعد جنگ جهانی دوم به دنیا میان و بزرگ میشن، هیپیا رو تشکیل دادن. این نسل تناقض‌های عجیبی رو درک کرد و تجربه کرد، به خاطر اینکه درسته که بعد جنگ جهانی دوم همه چیز خوب بوده و یه شکوفایی اقتصادی بزرگ بوده، اما همزمان باهاش یه جنگ سرد بین آمریکا و شوروی در جریان بوده که خب این یه اضطراب و استرسی به تمام کسایی که توی اون دوره زندگی میکردن میداده. در کنار اون شکوفایی اقتصادی همزمان یک اضطراب و ترسی هم دائم وجود داشته. ترسی که یک بار توسط جنگ جهانی دوم به اوج میرسه و آدم‌ها جنگ رو دیده بودن و دیگه نمیخواستن اتفاق بیفته. حالا نسلی که توی این بازه بزرگ میشد، توی اوج سرمایه‌داری و مصرفگرایی حس میکرد که زندگیش خیلی مادی شده. حس میکرد که حالش از جنگ به هم میخوره. حس میکرد که جهان خیلی باید جای معنوی تری باشه، جای بهتری برای زندگی باشه. و این نسل در ادامه وقتی که به جوانی رسیدن و تقریبا بزرگ شدن، شروع کردن به ایجاد یک جنبش جدید، جنبشی که بیشتر روی معنویت، آشتی با طبیعت تاکید داشت. این همون جنبش هیپیاست. هیپیا عقیده داشتن که چرا ما انقدر باید مادی‌گرا باشیم، چرا انقدر باید مصرف‌گرا باشیم، چرا انقدر تمام زندگیمون شده خرید بیشتر، لوکس بودن، رفاه بیشتر. ما به چیزهای فراتر از این نیاز داریم. ما به روح بشری خودمون، به صلح، به عشق، به ارزش‌های انسانی نیاز داریم برای اینکه خوشحال باشیم، برای اینکه احساس خوشبختی کنیم. و زندگی توی پول داشتن و پول بیشتر داشتن خلاصه نمیشه. اونها چیزهای دیگه‌ای رو می‌خواستن. اونها به هنر ارزش خیلی زیادی میدادن. اونها به طبیعت و معنویات ارزش زیادی میدادن. فلسفه‌ای که ازش الهام گرفته بودن فلسفه شرقی بود، معنویات شرقی مثل بودیسم بود و اونا همزمان با یک هنر عجیبی که اون زمان جریان داشت، فشن خیلی جالب و موسیقی راکن رول و سبک‌های جدیدی که اومده بود، داشتن یه سری فرهنگ و معنای جدید خلق می‌کردن.
این آزادی خواهیشون و تمرکز اصلیشون روی خوشبخت بودن و خوشحال بودن جدا از اینکه پولداری یا نه باعث شد که خیلی مرکز توجه بشن و صداشون به گوش تمام دنیا برسه و اون زمان توی بعد سال 1967 بعد تابستان عشق تقریبا همه دنیا از هیپیا میدونستن و خب سال 1965 جنگ آمریکا و ویتنام شروع شد. هیپیا به شدت معترض و مخالف این جنگ بودن و شعارهای صلح طلبانه میدادن و میگفتن که لزومی نداره جنگ کنیم و میخواستن یه زندگی بدون جنگ، بدون خودخواهی قدرت‌های سیاسی بزرگ در جهان، در آرامش و صلح داشته باشن. یکی از موارد تاثیرگذار روی جنبش هیپیا LSD بود. ماده‌ای که به تازگی توسط آلبرت هافمن از یک قارچی که روی گندم رشد میکرد کشف شده بود. این سایکدلیک به شما یک آگاهی و یک بینش جدید میده و خب اون زمان چیزی که بیشتر از همه روی هیپیا و عقایدشون تاثیر گذاشته بود اون هنجار شکنیایی داشتن و آگاهی که کسب کرده بودن رو مدیون LSD بودن. به خاطر همین شروع این هنجار شکنی ها و آگاهی ها دراگ بود و خب در نهایت همین دراگ هم باعث شکستشون و خب سرکوب شدنشون شد، چون خیلی معادل این میدونستن همه که خب اینها به شدت دراگ مصرف میکنن و واقعا تا حدی بعد از این مدت این زیاده رویه بود و آدم هایی که صرفا به قصد دراگ میومدن و میخواستن سوء استفاده کنن، میخواستن خوش باشن، ترکیب شدن با این فرهنگ و در نهایت چیزی که تو یادها موند این بود. اما اون زمان صداشون خیلی بلند، رسا و خیلی درست بود، جوری که کل دنیا تحت تاثیر قرار گرفته بود. به هر حال هیپیا اون زمان تاثیر خیلی عمیقی روی اون دوره از آمریکا گذاشتن، همینطور کل دنیا، و عقایدشون خیلی باعث شد که نسل‌های بعدی آمریکا تحت تاثیر قرار بگیره. ولی بعد همون دهه 60 کم کم رو به افول رفت و توسط خود دولت آمریکا سرکوب شد، مصرف LSD غیر مجاز شد و به تدریج این جنبش‌ها، این فستیوال‌ها کمرنگ و کمرنگ‌تر شد. البته یکی از بزرگترین فستیوال‌هایی که اتفاق افتاد 2 سال بعد، سال 1969 به نام وودستاک بود که خب تو ویدیوهای بعدی راجع بهش صحبت میکنم. و تمام این فستیوال‌ها، جنبش‌ها، جشن‌ها و دور همی‌هایی که داشتن تاثیر خیلی زیادی گذاشت و وقتی ویدیوهاشون می‌بینی واقعا لذت می‌بری. من خودم خیلی دوستشون دارم. تو ویدیوهای بعد سعی می‌کنم بیشتر وارد جزئیات بشم و درباره عقایدشون، فلسفه‌شون و دانشمندا یا فیلسوفایی که ازشون تحت تاثیر بودن حرف بزنم. پس همراه باشین تا ویدیو بعد. خداحافظ.